من هیچ چیز نداشتم جز امید. من از صفر شروع کردم. یک روز به آینه نگاه کردم و از خودم پرسیدم اگر همینطور ادامه بدهم 5 سال دیگر کجا خواهم بود؟ جوابش مرا ترساند، چون هیچ چیز قرار نبود تغییر کند. نه پول زیادی داشتم، نه امکانات خاصی، نه کسی که دستم رو بگیرد. فقط یک گوشی داشتم، چند رویا و یک قلب که هنوز امیدش رو از دست نداده بود. من آن روز تصمیم گرفتم زندگیم رو تغییر دهم، نه با معجزه، نه با شانس، بلکه با قدم‌های کوچک. شروع کردم به یاد گرفتن، شروع کردم به پس‌انداز کردن، شروع کردم به باور کردن خودم. امروز هنوز به همه آرزوهایم نرسیدم، اما یه تفاوت بزرگ وجود دارد. دیگر منتظر نجات نیستم، خودم در حال ساختن آینده‌ام هستم. اگر تو هم از صفر شروع کردی، بدان که لازم نیست یه شب موفق شوی، فقط کافیه هر روز یه قدم جلوتر بروی.